قونیه، پایتخت دولت سلجوقی. از عصر 13 به بعد شهر علم، هنر و فرهنگ. در خاک پرنعمت قونیه همیشه آدم‌های خوبی پرورش یافته و در سر آنها حضرت مولانا جلال الدین. مولانا جلال الدین در سال 1207 در شهر بلخ متولد شد. در سال 1222 از کارامان به لارنده عزیمت کرد. چندین سال بعد خلافت علایالدین قیقباد را پذیرفت و به شهر قونیه عزیمت کرد. چون سلطان العلماء بهاءالدین ولد پدر مولانا به لقاء الله پیوست، در باغ گلسرای سلجوقی دفن گشت. درگاه مولانا که به مرور زمان به صورت محوطه‌ای در آمده است، از همین باغ گل به وجود آمده است. مولانا جلال الدین که در 17 دسامبر 1273 به عالم ابدی پیوست، بر بالین پدرش، همان جایی که آرامگاه کنونیش جا می باشد، مدفون گردید. خلاصه عمرم این 3 حرف می باشد: خام بودم، پخته شدم و سوختم. مولانا جلال الدین که فهمیدن همه یکدیگر و نگاه کردن با مسامحه به یکدیگر را بنیاد فکر بیکرانش می شمارد، به مراتب تصریح کرده است که بینش زندگانی خودش نیز به خط قرآن کریم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بوده است. مولانا روز رحلتش را به عنوان شب عروسی پذیرفته است، برای اینکه فوت برای او لحظه وصلت به خداست که آن را بزرگترین یار خویش می‌دانست. برنامه‌هایی که هر سال به نام شب عروسی در ماه دسامبر برپا می‌شوند، بزرگداشت‌های سالگرد وفات مولانا جلال الدین میباشد. قبه حدرا که به دست معمار بدرالدین تبریزی در سال 1274 انشا و بر 4 پایه قطری که پای فیل تعبیر می شود نشاننده شده، 25 متر ارتفاع دارد. درگاه به مرور زمان در گرد آرامگاه گسترده تر شده و با علاوه های اضافی به حال امروزیش در آمده است. درگاه مولوی و آرامگاه در سال 1926 به موزه آثار عتیقه قونیه تبدیل شد. در سال 1954 نیز بازسازی گردیده و نام موزه مولوی را گرفت. ورود موزه از در جمله یا از در درویشان می باشد. درهای دیگر به نامهای باب گستاخان، باب چلبیان، باب خاموشان یاد می شود. بعد از ورود از باد درویشان در سمت راست 4، در سمت چپ 14 حجره که اتاق درویشان جا دارد. اتاقهای امروزی به امر سلطان مراد 3 بنا شده است. یکی از این اتاقها به عنوان حجره پست نشینی و دیگری به عنوان حجره مثنوی خان با اسباب خاص خودش به معرض نمایش گذاشته می شود. در حجره‌های دیگر نیز قالیه‌های تاریخی ترک، پارچه‌های ترک عرضه می شود. حوضی که
در زمان یائو سلطان سلیم بنا شده است به باغ خنکی می‌دهد. توی داخل باغ سلسبیل ظریفی هم وجود دارد که با شرشرهایش به آدم آرامی می‌بخشد. مولویه به توسط سلطان ولد پسر مولانا بر عقیده‌های اصلی مولانا به صورت سازمانی درآورده شده است. مولویه اولین مرکز در قونیه، به بعد در آناتولی، بعد در کشور بالکان، قبرس، آفریقای شمالی و در جزیره عربستان توسعه بزرگی یافته است. مولوی خانه نیز جایی هستند که در آنجا بجز از تربیت تصوفی، آموزش و پرورش نظری و علمی، هنرهای زیبا، موسیقی هم یاد داده می شود. مطبع به جایی گفته می شود که آدم پخته می شود. از این جهت است که نامزدان مولوی طول مدت ریاضت 1001 روز در آنجا تربیت می یابند. اینجا در عین حال مکانی است که غذا پخته و خورده می شود. در این قسمت کوچک یک سکو وجود دارد که رویش پوشت سقا گسترش شده است. نامزدی که طالب است به مولوی قبول شود در اینجا طول 3 روز بر زانوهایش می نشیند و وقایعی را که به وقوع می پیوندد تماشا می کند و 3 روز بعد اگر تصمیم گیرد به چیله 1001 روز شروع می کند. کفش ها در کفشکن زیر سکو به طوری نهاده می شود که نوک کفش ها رو به سوی داخل باشد. پیر مسئول از جانها اگر نوک کفش ها را به سوی در چرخاندیده باشد، این عمل به این معنی است که تو مقبول درگاه نیستی. قسمت دوم از اخشاب مفروش شده است. جانهای اینها ترتیب سما می گیرند. این ترتیب با میخ تمرینی سما آغاز می شود. سپس تمرین‌های چرخاندگرد میخی که میان شست پای چپ جا دارد شروع می کند. برای اینکه پا زخمی نشود و به آسانی بچرخد نمک ریخته می شود. سپس تمرین‌های چرخنده میخی که میان شست پای چپ جا دارد شروع می کند. برای اینکه پا زخمی نشود و به آسانی بچرخند نمک ریخته می شود. در اتاقی که تلاوت قرآن می‌خوانند این را حجره تلاوت نامیده می‌شود. این اتاق اکنون به صورت اداره خط مستعمل است و نمونه‌های فوق‌العاده‌ای از صنعت خط به نمایش گذارده می‌شود. در دیوار شرقی اتاق تلاوت در روی درب نقره‌ای که از ما استقبال می‌کند که همان به جلد یک کتاب تصحیح شده شباهت دارد. چون از در نقره‌ای عبور می‌کنیم به تالار آرامگاه می‌رسیم که حضور پیر نامیده می‌شود. یکی از 3 قبه که آرامگاه را می‌پوشاند قبه سبز، 2 دیگر قبات القلاب است که مقبره‌های خویشاوندان مولانا و بزرگان مولوی وجود دارد. در این قسمت روی هم رفته 31 قبر موجود است. صندوق مرمری مولانا روی ارتفاع معینی بر روی پایه نقره‌ای قرار داده که از تالار با قفس سیمین جدا می شود. روی این صندوق با پوششی که آیات قرآنی با خط شکرف بر روی آن دستسوزی شد، زربف با اطلس سیاهی روی چرم پوشیده می شود. پهلویش با بهاءالدین ولد پدر مولانا
و پسرش سلطان ولد میخوابند. صندوقه های اولیای خراسانی نیز از عناصر جالب توجه موذی می باشد. مردان خراسانی مردانی هستند که به همراه خانواده مولانا از شهر بلخ آمده بودند. سمت پای مقبره اولیای خراسانی یک پنکان نیسانی جا می گیرد که بر رویش تصویر خرس وجود دارد. وقتی که باران ماه نیسانی آغاز به باریدن گرفت، آب بارانی در دیگ‌های بزرگ به مقدار زیاد جمع می گردد و بعد از خواندن دعا بر روی آن توی دیگ‌ها به خانه‌های چلبی و به اشراف توزیع می شود. توی ویترین ها در سماعخانه نسخ خطی پرارزش چون کهنه‌ترین نسخ خطی مثنوی و دیوان کبیر تصحیب دارد و لباسهای مال مولانا و شمس و سلطان ولد و اسبابی که فرهنگ مولوی را معرفی می کنند مانند تسبیحات و آلات موسیقی که در موسیقی مولوی نواخته می شوند جای می گیرند. در قسمت مسجد در پهلوی سماعخانه نیز ریش شریف و سجاده مولانا و بعضی از اسباب مال درگاه، نمونه‌های گرانبهای گلیم، سجاده، بازنخ خطی پرقیمت عرضه می شود. دعوتی است اینکه از صدها عصر ادامه می‌یابد. ما را می‌خواند قنیه، ما را می‌خواند مولانا و می‌خواند برای تسلیم به آفریدگار و به آرامش و به عشق. بیا بیا هر آنچه هستی باز بیا، گل کافر، گل مجوزی، گر بت پرست باز بیا. این درگاه ما درگاه نومیدی نیست. 100 بار اگر توبه خود را شکستی باز بیا.